نرسیدیم نه نمیفهمم زنگ. بله میاد دیگه بابا همین نرسیدم به دکون میام بابا این میمون ها زیره ما چه کار کنم همه تایوه زیره شلغم میدت کنیم بعد از این پاشتیم بر اینا خدا اینا چی میفهمه بوی شلغم بگیم این زیره ها نمامده ساخت وطنه بگیم میرم باشه کمی او خورم ننه دیگه زنگ نزنه مزای ما نشیم ننه او خورم متعبدل خود میرم خدا حافظ نه من با من او خوردن من چرا انجال باشه با من اوراست گلک دیگه شیشته ای بله دیگه شیشته ای جمعدم کمی او بخورم او میخوری سیر نشون کم بالا خود این گردا شما نریزه این گرد با کجاه تو دیونه ای نگو چیکار میکنی بله چیکار میکنی ریزه از زیر میز ریزه چی؟ ریزه از زیر میز میریزه ریزه از زیر میز میریزه تو چی میگی؟ نگم بیکاری من ریزه نگم کلا تو یک کیلو انگور هم بدون رفیق بیا برای خودت این باقی قرار انگور باقی نه بابا لال یا بدونه لال رزدانه میدم رزدانه خود تو کیف خب 1 کیلو میمون داره نمیشه 1.5 کیلو بده خب 1.5 کیلو میدم بیا که برای خودت انگور واکنم خب بابا شو کمی بخورم بخور خب سیر او کن بس دیگه بله بس دیگه زره میشمی تو کمی دیگه نگو اما خاکونه بگرفتی نه یا خونه خشکی میدم شکر بخی که بخی بله خب دو خورم نرسته که برو بالیم با تو دو خور بشینی بله شما که با سالهای سال نمیشینی بله قربان دم دروازه میشو ای جان محبوب صدا تر میشنو کجی؟ بله بابا کجا بودی؟ هیچی بابا به صحرا رفتم همین گیلک ندیدی؟ نه بابا من گیلک از اون صبح که از سرا بدر شدم بیامدم به صحرا دیگه چیش به گیلک رفت اون مادر ری کرد که برو زیره به دکون زیره بستو خب توالی که ردفه ای نکرده بابا همین مادر میگی لکه میشناسه که اون برات کاری نکنی همین تا میره حقا و رب خود خوگم میکنه همون مادر من میداد یا دست من میامد و میداد دست من یا شما میرفتیم میستون حالا که بابا خیلی باشه گیلک ری کده با هر جا باش پیدا بشه میره دیگه او تنیه که حقا و رب برفته باشه یکی رفت برات زیره یکی دگم رفت از او خبر بگیره با کی را خبر بگیره برو زودی بیا یعنی می سیروفیر برو زیره بستو که مادر تو مطاله گم نکنی باز خوب بابا چشم زودتری بیایی که مادر تو مطاله میمونم به خونه شیشته برو مدکون ها خب او را اگه دیدی بگو برو که زودی برو که پیار ما معطل تونه خوب بابا دل جمع باشین شما بری من میرم خب برو دیگه بخیر باشین باز بگیت نشه که باز تو بری بگی یاد ما برفته نمیره بابا یا نخون من راسته الان میرم مدکون بشه با زیره بشتنم میارم برو پیرشی برو خاکی داره این جمع میکنی بازم مندر عبشی نورالله الله خود خیریات یا راست برو خیریات چیکار خوبه سلامتی جان تو جوره زنده باشی قرار تیر میشدم تو بدیدم گفتم باشه بیام پیش تو خبر هم بگیرم کار هم داشتم با تو میگم ما برارم به خونه می خاله به مادر گیلک اینا میمون بدیم بفهمیدی میمونیم اینجا خاله صبح گیلک ری کرد پولم به دست بده گفت اک برو نه جو عظیمی دکون تعدی زیره بستو مثل که گیلک به تعدی بیامده بود سر سولارا شما او خورده بودم اونجا باز بالاخره پیارتو بدیده بود رو رکار و غریبی بنداخته و برده بود به باغ و سر انگور واکرده بود آخر هم 1 کیلو انگور به دست بداده
ساعت 3 بجه 4 بجه شده ری کرده. مادر هم معطل زیره. با کجیره ری کردم که بره به رادیو، یا که بره به زیره، یا که دیگه بره که ازی خبری بگیره. او هم بره به گیلاک ده. همین پیار خور بگیم شما وقتی که انگور وا میکنیم حداقل خود شما بریم یک نفر پیدا کنیم، یک فعله به خود پیدا کنیم، مردم آکار نندازیم. او هم بیاقله بخسته عیاد از زیره برفته خودی پیار تو برادم. بر خال شما اوله که آدم هوشیاری به چرا میکاره میکرد می گیلاک کی به طعم دین نمیشناسه. هر کسی میشناسه که بیکار باشه حتمی یا میگه بیا اودری کو، یا میگه بیا گوسفندام رو بجام کو، یا میگه بیا مثلا انگور خودیم واکو. همه ما و شما خور میشناسیم که چیز آدم هوشیار خالت پیدا میکرد ری میکرد برای زیره. بچه خور ری نکنه. حالا کم گپ نیه، یا که برای به زیره یا که برای از خبر بگیره. و شما مردم ها